5 سال پیش این روزها نگاه‌های پر اضطراب و نگران کننده بسیاری‌ها به سوی افغانستان روانه شده بود. 15 اوگوست با بازگشت گروه تندرو طالبان به سر قدرت در این کشور همسایه تاجیکستان بسیار چیز یک بار دیگر شد. حیات جامعه‌ای که دوام 20 سال شاهد پیشرفت‌های معینه مثل تحصیل و کار دختران و زنان بود، با دیوار سنگین مانع و محدودیت و جزاها بسته گردید. یکی از سابق کارمندان بلندپایه حکومت افغانستان که وضع کشور را از داخل خیلی خوب می‌داند، این روزهای پرآشوب سال 2021 با یک هیئت منصبداران وقت به پاکستان رفته بود. لطیف پیدرام میگوید این هیئت باید با مقامات اسلام آباد از جمله سرنوشت دو ولایت بامیان و بدخشان را که زیر نظر طالبان نبودند بررسی میکرد. جزئیات این گفتگوها یکی از موضوعهای صحبت همکارانم ارشاد سلیمانی و امیر اسایف با لطیف پیدرام در دوشنبه بود و آن را با هم میبینیم. بحث ما با رهبران پاکستان شامل رئیس ISI، رئیس ارتش و نخست وزیر و رئیس جمهور و وزیر خارجه این بود جمع ما که حداقل این دو تا ولایت از طریق تفاهم حل بشه. اگر ما بتوانیم گفتگو بکنیم که یه راه حلای مناسب برسیم. پاکستانی ها گفتن که اول بر اینطور بود بحثشان که خیلی خوب است ما گپ میزنیم با طالبان، اگه بشود شما بر بگردیم به کابل و با طالبان گفتگو بکنید که یک راه حل منطقی تر بتونیم پیدا بکنیم. اما روز دوم کاملا موضوعشان تغییر کرده بود. روز دوم آقای باجوا رئیس ارتش گفتن که ما با طالبان در تماس هستیم ولی الان طالبان نمیپذیرن که شما با اینا گفتگو بکنین. حالا قدرت در اختیارشان است و طبیعتا این طالبای 4 روز پیش نیستن. بعد باجوا گفت که ما فکر نمی‌کردیم واقعا که به این سرعت کابل سقوط بکنه. حداقل نظر ما و آمریکایی ها این بود که شاید 6 ماه، شاید 1 سال، 1.5 سال طول بکشد تا طالبان مسلط بشن بر کابل و کابل بگیرن. در هر صورت سرمایه گذاری کلانی شد روی نیروهای مسلح افغانستان. بعد یک ارتش عظیمی بود. گفته میشد که تا 350 هزار خب ارتش است. خب یعنی ارتشی که با سلاح‌های پیشرفته مسلح بود. بعد در برابر طالبان چطور شد که ببینید ارتش که حالا میفرمایید 35 هزار از نیروهای مسلحی که اینا گفتن ما مثلا در قندهار داریم، در جنوب داریم، در هلمند داریم، اینا عملا وجود نداشتن. یعنی یک آماری وجود داشت از ارتش افغانستان که مثلا میفرمایید 350 هزار و 400 هزار نفر که واقعا در این حد نبود. یعنی آمار زیاد نشان میدادن، مثلا 50 هزار 60 هزار اضافه برای اینکه پول اینا رو بگیرن در جیب خودشان بزنن. اینا حضور نداشتن، مثلا 25 تا 25 هزار مکتبی که واقعا عملا وجود نداشت. تحولات اخیری بدخشان و جاهای دیگر یکی از کارهایی که طالبان با او بسیار می‌نازیدن، یعنی میگفتن که ما به جنگ و خونریزی های کلان پایان دادیم و امنیت آوردیم. آلی امنیت طالبان از نگاه شما در خطر افتاده است؟ الان حوادثی که در بدخشان ایجاد شد یک در واقع اخطار بود برای طالبان که نمیتواند این گونه ادامه بدیم و یک نارضایتی سراسری در کل کشور نسبت به طالبان البته وجود داره، به خصوص مسئله زنا، تحصیل، کار، اشتغال و فقر که خب مردم گرفتارش هستن و بدون شک الان خودشان هم متوجه هستن که دارن با حرکت‌های خود به خودی مردم مواجه میشن. اگه سازمانی یافته هم نباشه ولی این خشم دیگه داره نگاه میکنین در بدخشان، در خیلی ولایات که در برابر طالبان داره زبانه میکشه و اینا متوجه شدن که اینطوری نمیتونن حکومت بکنن. به خصوص بدخشان در واقع یک اختیار بود خیلی مهم بود، حوادثش فوق العاده بود. بینندگان ارجمند، شکل پرره این مصاحبه و دیگر مطالب وابسته به 5 سالگی سر قدرت برگشتن طالبان را در افغانستان از همین کانال آزادی ویدیو و هم سامانه رادیوی آزادی پیگیری کنید.